فهمیدستم آقا چی دت مایه بروردی؟ کو بیا بگو. سلام علیکم. و علیکم علیکم السلام. اوضاع السلام. اوضاع رفته استای. بله. Olmazsa. همین برادر که نمیریش دوران نموشه نمیدونم چه نویسگی نیسته همین خود در کدوم دولت یکا؟ ما از در Швеции. شویتse. ای کدوم سال ای توجیکسون برمادگی یکا؟ سال 2014 آخرین بار. 2004. او خب اولین بار سال 98. خب اکا با نوبت که میزنیم یا کی وای میکنه. خب میشنوم گپ زن. 2014 برماده یکا. خوزش مومدن توجیکسون چه عبودیای، تینجای، اورومیای، پدر و مادر رو دفکرم در توجیکسون اختا. خب اگر در قید حیات باشن در خب توجیکستان خب همین خیلی خب این هموی زنگ زن پرس چه عبودیه چه مردک چی ظلم کرده برای شما که من شما میبرید پروتی فهمی یک انسان گپ میزنه که همو آدم نخ یا اون آدم خونه مود ظلم نکره من خیانت نکردم وطن در رنگ من این الماسشون خیانت نکردم خب چون من شما دا چی نمیرسه که این کارو میکنه یک چیزی که هست که نگاه کن که بالای خانه ما ظلم شده است یا نشده است. البته که مسئله این نیست که گویم که وقتی که بالای خانه ما ظلم شود من بعد برایم از مشکلات جامعه تاجیکستان گپ زنم یا که از سیاست نادرستی رئیس جمهوری تاجیکستان. کی گفت که اگر که تینج باشد در خانه تو دیگر در دیگر خانه ها مشکلات نیست؟ اگر که ظلم تاجیکستان مردم تاجیک اگر که تو ندیده باشی شخصا تو من میگویم که همین سال 24 سال می شود که من به پررگی تاجیکستان ترک کردگی هستم. 24 سال می شود. با کدوم مقطع ترک کردگی؟ هزار مسئله اقتصادی است. فهمو تاجیکستان در مسئله اقتصادی دولت ضعیف است. مردمش را با کار تامین کردن نمیتواند. مزد مهنتی که تاجیکستان به مردمش میدهد او به طلبات بین المللی جوابگو نیست. نه برادر خطا میکنی برادر. الله اکبر و عزت لله. خوب در تاجیکستان چند کانهای طلا کارکرد می شود؟ سوال به تو. در تاجیکستان من نه در کاردارم نه در زوادش کاردارم نه در نه تو که وطن دوست هستی. نه تو وطن دوست هستی. وطن از رحمان است یا که از من و تو است از آن خلق است؟ وطن ای تمام خلق است. وطن ای تمام خلق. خوب من به تو سوال میدم چند کان طلا در تاجیکستان کارکرد می شود؟ من نمیدونم. و چند کان برادر عزیز وقتی که از مال تو باشد تو بی‌پروا هستی به مال خودت و میگویی که من تینج زندگی میکنم لیکن البته که مادر من خوب زندگی میکند. برای چی؟ برای اون که هر ماه بر مادرم من پول میفرستم. با 150 سامانی مادرم زندگی کردن نمیتواند. یگون کس نمیتونه. من نگاه کن مادری من پدرم خدا رحمت کند یک عمر در زوادها کار کردن. بعد اینکه زوادها از بین رفت در سوخاز کار کردن. یک عمر کار میکنی بعد که همه وقت انداز میسپاری هر ماه وقتی که به پنسه رفتی 150 سامان. خوب 8.5 طلایی که از کانها 29 کان طلا کارکرد میشود به کجا میرود؟ سوال. به فایده دولت های. با کدام فایده دولت؟ برادر با کدام فایده دولت؟ آبادی وطن نداره و تو بین 3.5 میلیارد دلار به کجا رفت؟ 3.5 میلیارد دلاری که تاجیکستان قرض گرفت از بانک جهانی، از بانک چین، از بانک بین المللی. کجا رفت؟ او راه کرد او آبادی کرد او مقطع شد او مقطع شد. یوش نمیبینه شما چرا؟ او آبادی که در وطن کرگان تو یوش نمیبینه. او آبادی کرده است البته که از همون خرسایی که گرفته است از همون کرده است. خوب انا کوپو شونده سم خرس شوخی. سبحان الله العظیم. آبادی چی است؟ خانه های بلند آشیانه ای که در تاجیکستان ساخته شده است از جانب کی ساخته شده است؟
фирмаҳои шахсӣ ҳаста ки хона кардастан фирмаҳои шахсӣ хуб фирмаҳои шахсӣ месозад ва ба пул ба мардум мефурӯшад. Окей, аз ба фоидаи давлат не. Агар ки гӯе ки пулҳое ки гирифта шуд 3.5 миллиард доллар фаҳмо бо ҳар сол Тоҷикистон тилло кор кард мекунад, он ҳам ба буҷаи давлат гӯӣ. кони ангишт ҳаст, кони ангишт, истеҳсоли ангишт ҳаст. фаҳмо агар хато накунам чандин ҳазор тонн буд дар як сол. фаҳмо ӯ ангишт фурӯхта мешавад. фаҳмо заводи алюмин аст, дигар заводҳое ки аст ки дар Тоҷикистон коркард мекунад, гезҳо ҳаст ки барқашро фурӯхта мешавад. хуб ин пулҳо агар ки ба фоидаи давлат мебуд, мардум квартира хонаҳоро ку бепул мегирифтанд. дар кадом давлат я давлат адаман гу ки дар ҳамун давлат мардум хона мекарда, мисол фирмо хона мекунад дар мардумш бепул метия, кани я давлат шадаман гу. хуб ман агар ки ман мегум ки буд ин гуна давлатҳо ин гуна давлатҳо ки мекунад я ту дар ҳамин Швейтсария зиндагӣ мекунӣ, ту дар ҳамин Швейтсария меги зиндагӣ мекунӣ, ту дар квартира бепул додагиям. ман ба алмаз бепул додагиям, ба ман не. барое ки ин ки дар алмаз ида гурӯҳи бисёр додагия квартирая. ай ман ютуб ё кор мекунанд, ай ютуб кор мекунанд, ё ман хеле сума кор кардеса. Ин ёда ку ягон каси ёда вай нест. Ё маду байни ду бародари мусулмона ҷанг мондесам. Ду байни ҷанг мондесам. Нигоҳ кун бародар. Ози я савол. Габзан. Микрофон мена накушохи. Не накуштаст. Ки куштаст габзан. Мана гӯш кун. Ози алмаза исуда мемоне. Мана ози ту мебуро ай алмаз муҳофизат мекунӣ. Ман ай ватану. Ай ватани ки дарам ободӣ. Ман ки гуфт ки аз алмаз муҳофизат мекунам? Ман мақсади гапма гуфтаам. Ту не мана навата буромада мекунӣ. Ман мегӯям ки замини Тоҷикистон аз они мусулмонон аст. қонуни Тоҷикистон бояд ки исломӣ бошад. фаҳмо Раҳмонов тоғут аст, золим аст, фосиқ аст. бояд ки болои мусулмонон ҳукумат накунад. фаҳмо бародар Абдулла дақиқа бахшиш ҷои ҳамо ҷои ҳамо даказат мекунӣ ки ҳамо тоғут ҷои ҳамо меги даказат мекунӣ. бародар гӯш кунӣ. бародар Абдулла фикр ақидаш дигар, фаҳмидӣ? мана фикр ақидам дигар не ки и бародар мухолифи режими Раҳмоновай, фаҳмидӣ? ман барои хотире ки мухолифи режими Раҳмоновай ин бародарай ба ман то што ақида ин дигаҳай, ман ба дин мазҳаби ин кор надорам, фаҳмидӣ? ман мехоҳам ки давлати ман демократӣ озодӣ боша, ин бародар мехоҳад ки исломӣ боша. ту мехоҳӣ ки тарафдори Раҳмонов бошӣ. ҳамин не? ман тарафдори Раҳмонов, ман тарафдори ободи Раҳмоновам. ман чида тарафдори ана ки ҳамиҷа ози бес бояд байни мо ихе чӣ бигум байни мо ҳамдигарфаҳмӣ бояд боша ё ки не? инам ту тарафдори Раҳмонов, инам мардак исломӣ, ман демократӣ. ҳамин байни мо бояд ҳамиҷа бояд мо шапошап кунем. оли гӯш кун. ҳамиҷа бояд мо шапошап кунем ба ҳамдигари мо ё ки ба сари я масъала бояд биёем. мана гӯш кун ки алмаз ҳамин рӯз ман ҳамин нав ҳамин як бародари тоҷик мегем шояд дуромад гуфт ягон чоплуси неста ки қатиш гап занем. дар ту урусона медонад қатиш ту гап намезанам, узбекона медонад гап намезанам, тоҷик медонад қатиш ту гап занам. вай ба як бародари тоҷики худаш лақаб мондеса, ман ин мулло шиштагаи даҷа риш дорад, ай ислом гавза бояд ҳамин инсон гап занад ки як бародар дар лақаб мондан чӣ қатар гуноҳ дорад дар пешварваси ё. ҳамин хасай бародар. номуд Абдулло ба фикрум. ман дар эфиро мата бисёр дагиём. гап зан. гап ман фуромӯш кардам гуфтам ки я дақиқа бес, я дақиқа бес. хуб гап задани ҳастӣ, гап зан алмаз. ман гапма тамом кунам. нигоҳ кун, як чиз аст ки ман я дақиқа ман мусулмон ҳастам, ман мулло нестам. фаҳмидум. ман даво наметунам. ман муллогиам дорам. ман мусулмон ҳастам. бояд ки ҳар як нафаре ки худашро мусулмон мегӯяд
از الله از پیامبر از اسلام دفاع کند. میکنه چی ونا اما میکنه من از برای اول همین وقتی که ایسکول ظلم میبیند کفر میبیند ظلم کفر میبیند باید که آشکار گوید. این مولاگی نیست. از برای همین مسئله ای که من در 2 روز پیش بود در برنامه گفتم تنقید تحقیر یکدیگر را بس کنید گفتم. البته که چاپلوس البته همون کلمه چی است تاجیکی است چی معنی دارن چوپلو؟ همین الماس میدوند معنی چاپلوس. من اکو تو گاو میزنم چوپلوس گروهی 24 میگه که شما با زبانتون ملسه پرزیدنت نه 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 همین چاپلوس پیدا محمد اقبال نفهمیدی همین پیدا محمد اقبال نفهمیدی نه برای من محمد اقبال دین تولد چیده دقیقه برادر عبدالله این همین سخن چاپلوس من که 2000 سال شدگیه فهمیدی این محمد اقبال همین 77 تولدش. نه یک چیز است که مسئله الماس کلمه چاپلوس این خوشامدگار است یا که خوشامدگو است. یک نفر خوشامدگویی میکنی انا وای کلمه چاپلوس است. مصدرش همون است ریشش از همون چاپلوس از چی از همین خوشامدگار یا خوشامدگو از همین گرفته شده است. نه چون نباشم یو میگن که چوپلوس معنیش میگه که زبون تا میگه برادر عزیز بیا همین گپ‌های بی‌معنی فایده نداره. نه من جنگ نمیگم دوستانی نمیگن یا کار اگر بکنه یوتیوب ایجاد از ظلم فقط بالای خونه نمیاد کدوم که زیدی دولته بالای خونه‌اش ظلم میشه ما خرسند میشیم که پروتیف دولت گپ نزنه اوخی بچه نگاه کده همین دولت دموکراتی باشه یک انسان برویا یگان حزب بکشویا همین غیر قانونیه برادر ارمین نیز بود نمی جنگو در دبین دولتو رفته است فهمیدی بچه من یگان ورته فهمیدی که من گفتم باشم مردم خیلی یراق بگیره بریم شپ یراق نه تو گفتی تو خود در کانال محمد اقبال گفتی که گوش کو الماس تو خود در کانال محمد اقبال خیسی ما برو ودانای کانال تو خودت گفتی که کدومی برو همجا سخن کرد که میریم این خیمه کنی اکو ایداستش خاور نمیبیو یا اولش خدا حضور ایداجا نه رحمانوفون نه مثل شما خدا زورای ایداستش خاور اومدو تو گفتی که گوش کنید برادرو کدومیت که میگی گفتی من پگاد تایورم که رویم چاپک نه همین گپا تو گفتی بله من موجم چاپا میکنی تو باید میری چاپا میکنی اومده باشه بگه که ما دموی لیدر در کره والله قسمای من پگای سحر میخیز میرم والله قسمای من یکم انسانی هستم که اروپا میرم والله همین زون بولو کنه شما کدوم بخصای گوش که من چی من هدف من چاپا کردن رحمانوف هدف من چاپا کردن رحمان همین رژیمی این همین امروزه تو میفهمی تو من چی من خیال که من دقیقه وقتی میقفی خیال میکنی که من اتکاز میکنم هدف من همین رژیم سرنگون کردن تو میدونی کدوم رژیم دعوای وظیفه میفهمی من دعوای وظیفه دارم من یکم میبرومدم ها طلب میکنم که التماس اکای من اوی کنه التماس زمینی من بتیه التماس مسجدی من باز کنه نکردم به دردم نخوردن من کار میکنم دگیرد مردم جمع میکنم میرم رحمانوف کنج زندان میبرم بعد با مردم همین چیزی که خودم آرزو کردم با مردم میتیم میفهمی یک چیز از الماس همین چیز چند بارو تکرار کردی باید گویم که وقتی که هدف میبروی سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام وقتی که آوازش نمیبینه کد میشه جمشید بای صدا سلام علیکم و علیکم السلام سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آواز ما است که بلا پست خب ایستاده هم دم فکر کردم آواز نمیاد بخاطر شاید شما کنید شاید برادر الماس شاید یک کس گپ نه ما گپ میگم بعد جمشید تو چی کن نگاه کن وقتی که
الماس وقتی که بر اومدی برنامه کردی خونتا زمینتا گوتا گوسپانتا کو از یاد برو فهمو نه من برادر مبارزه عزیز تو اون بیس چنه یدقه آقا دیگه من دیگه یدقه دعوای اون چیزا نمیکنم نه من دیگه بیس دعوای یدقه اون چیزا نمیکنم نه بیس یدقه بخون یدقه بیس هدفم کلانتره او بیس انا او وقت همون چیزایی که بود سبب شد که تو برو اومدی اینجا مبارز شدی یا دیگر نفرها هم یک چیز یک سبب شد مبارز شد خوب اکنون همون چیز باید که گلوبالی باشد فهمیدی مقصد برای گاو و گوسپند نه هر یک گاو و گوسپند نه مقصد این است که من نمیخواهم که همون ظلمی که بالای من آمده است بالای دیگران بیاید فهمو انا اینم مقصد نه که گاو و گوسپند برگردونم دیگه ما مبارزه را میپرتاییم و مقابل رحمانوف یا سیاست رحمانوف گپ نمیزنیم و میریم دیگه قفای گوسپند و گاو میشیم نه این چیزا بله از جا برآوردن در کار تمام بله اگر که برادر یگان اینا کس رو پرسید گذاشت که برادر عزیز او سبب مبارزه چی است میگوید که انا این ظلم ها شده بود لیکن امروز یک نفره که مقصد ماند که میخواهد تاجیکستان دیگرگون بیند یک دولتی که عدالت باشد در اونجا نظام تطبیق شود بین مردم محبت باشد مثال گپ محلگرایی نباشد کشتار نباشد زندان جوانان نباشد این چیزها نباشد و این هدف حرکت کردن در کار است او چیزی که بود گذشت رفت بله از برای همین همون چیزها را تکرار کردن فایده ای ندارد از برای همین مقصد بزرگتر مونده انشالله به که حرکت کردن انشاءالله انشالله که جمشید گپ بزند من میرم پایان من جمشید اومد جمشید گپ میزند من خوش آمدی برادر عبدالله دقیقا الماس من نصیحت مشهور دقیقا انشالله که که یکی در احمد رویان اکه عبدالله ده سال اکه عبدالله مایدونو اینا بو الماس اومد بو جاست حق بو تیل هسته صدای مردم منبر ماجیر هسته مقصد زاید بو بوی بسته نیف این مایدونو برای ملت فایده داره که نداره برادر عزیز من یک چیز میگم که اگر که خودتان پگه کانال باز کنی کو مثال گپ هم چند قدره که زیاد باشد مثال گپ فکر گوناگون است فهمیدی فکری من با فکری تو ممکن که چی نبیوید نه توری نگیرد ممکن که مقابل باشه یک چیزی که من در برنامه مثال گپ برنامه ریزی میکنم برایم گپ میزنم او چیز تو گپ نزنی یک چیزی که تو گپ میزنی او را من گپ نزنم البته که هر برنامه‌ای که هست یک فایده ای دارد برای مردم البته که نگاه کو که طرفدار تو هست نفرها میبیان تو را گوش میکنن ممکن برنامه الماس همون نفرها نبیان یا که همین گونه برنامه حسین میرود یا که محمد اقبال میرود همین گونه این چیز برای مردم بیدار کردن خوب است اگر که مسئله های درست نه همون چیز در این برنامه ها دیده برآمده شود کمتر مردم آگاه کرده شود مثلا که فهمانده داده شود مسئله شخصی باید که کنار گذاریم که مثلا که الماس کلاش کلای مثلا که انا این مثال گپ مو دارد یا که بینیش درازه گوشاش خیلی لقای این چیزا مسئله های شخصی انسان ده داخل نشیم او چیزی که هست باید که سیاستی که در تاجیکستان هست کمبودیای سیاست گپ زده شود کمبودیای همین امروز رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر وزارت هایی که در تاجیکستان هست البته بعضی چیزهایی که محمد اقبال میبیند مثال گپ الماس دیده نمیتواند بعضی چیزی که الماس دیده میتواند حسین دیده نمیتواند از برای همین برنامه ها گوناگون می شود البته من فکر همه میکنم همه برادرایی که با همین زبان من خودت صحبت میکنن افیر دارن و مقصد استریم همین کارهای سیاسی میبرن همه همه رو همچون یک هموطن برادر مسلمان دوستشون میداری که عبدالله همچین مسلمان چی؟ کمی شما را زنگ زده کم بفت که موازم خط وصل شید همچین مسلمان گفتی همون شد در آخرش نفهمیدم همین مایدانه که شما تکرار کردین که زشین با مایدان برادر الماس همین مایدانه رو همچون ملت همچون یک عضو همون وطنت همچون یک برادر مومن و مسلمانت همچون یک نمیدانم یک همون شاخه گذشته و همون بابا و اولادان دوستشون میداری
اگر که مثلا همچون توجیک من معامله میکنم در برنامه اگر که کفر چی دعوت به کفر نباشد من میگم که در مسئله سیاست باشد برای بیدار کردن مردم باشد من میگم که بهترین است برای که مردم احتیاج دارند در همین چیز من دستگیری میکنم میگم که مردم بیداری باید که سیاسی داشته باشند باید که مردم اگر که از سیاست بیخبر باشند غلام میشوند از من در این مسئله دستگیری میکنم اگر که مسلمان باشم البته که همچون برادر مسلمان معامله میکنم البته که هر چیزی که خدمتی که هر دست بیاید کمکشون میکنم اگر که مسلمان نباشن البته که چی همچون یک تاجیک معامله میکنم تمام او برادری من نیست اگر که گویم که حتی که نه وای تاجیک است باید برادری خونی است من میگم که نه برادری من مسلمان است تاجیک وای تاجیک است از همون نسل من است لیکن کافر است همین خیلی بله انا من به یک چیز دیگه رو میخواستم اکا عبدالله پیشنهاد کنم خیلی استریمو خیلی افیرو الماز اولی سطحی مقصد سیاسی شو با مردم دیبات گذروندن اولی برادر بگیم نو قدم بگیم میشوه لیکن خودت اومد در برش میسی یک مدت با دستگیری میکنی میفهمونی باید برادر خیلی روزی که پیدا شد تحریم من میدونم دیگه بچه اومد هر افیروی از من بسیار اومدگی من این را بینت نمیکنم من دارم مقصد چیزایی که هست خوی انا من میخوام برادر از همیشه به مثل ام عقیده و ام فکرهای با نظر شما با ما مثل شما افیرو باشه که ما بدونیم اشتراک کنیم صحبت کنیم همین امکانیت داره جانب شما برادر عزیز نه جانب من چی نیستم که شخصی که افیر کننده نیستم اگر که امکانیت میداشت همین چیز خاص محض طرفی تاجیکستان باشد من یک تاجیکستان اینقدر گویم که بالای تاجیکستان اومده حکومت کرده یا وظیفه در تاجیکستان من نمیخواهم از برای همین این استریم ها محض خاص برای تاجیکستان است از برای همین من یگان استریم باز نمیکنم لیکن آن چیزهایی که نظرهایی که من دارم در همین استریم ها میبیم گپ میزنم میرم بخشش زیاد برادر عبدالله این جمشید من بفهمونم که خودت کی این مردک نمیدونه جمشید میدونه مکی الماس سروسی من شجوره گفتم از در بالا وقتی که من عبدالله قطعی شناس بودم ایره میدونستم جوره بسیار مسئله هست که باید اول دخالت نکنی بین دو کازده دخالت کردی باید دلیل میشه من فکر کردم که تو خودت دیگه نمیشناسی من فکر کردم که تو نمیشناسی برای گفتم این مردک بین الملل اون این نه من قطعی جمشید خیلی چند سال شده است که میشه شناس هستم از برای همین زنده باشه که عبدالله ما برادر از همون سوال هم پیغام چون برادر از وقتی شما ببینین ما گوش من گپ زن نکنم ما نمیگیرم مقصد گپ تو نمیبرم صحبت نکنم نه من همین در اومدم افیرش بود میسوریگی وقتی میشود باید در اویم میسوریگی کمی بیش باشدم میسوریگی مشکلات جامعه معماهای جامعه امروز بسیاری هم میبرن سالی 92 باور کن از همین 92 هم که بیزار شنگیم میلیش نماد همی خیلی قدره سال 2023 شده 92 تینجه عبودی بحث همین چیز میشه دیگه از برای همین نه من همین خیلی جان شد معامله من نسبتی هر یک شخص از همون دیدگاهی همون عقیده همون از برای همین با همون نفری که بود مثلا در برنامه ها می اومد اشتراک میکرد مثلا فردوس اما هم صحبت کردیم وقتی برادر گفت من برادر تو نیستم برای چی؟ برای که توی مسلمان نیست یهودی هست از برای همین نفر ولی همو گپی زدگی و مایل او که جوره اسپید نکده گپ شده ده او حکمت قطعی و بلاگیروش بی همین قدری مقصد ساقشون رسیده همین قدری که زیخ شیدیانه که خود در زندان تاجیکستان با مثل برادر عبدالله با مثل برادر دیگه نمی اویت قرانتی نمی در پیش
کتاب دیدن در پیش میلیون کتاب را خوندن با مغز آدمو بود گرفتن همون استانویت کردن اونم خیلی رحمان رو برده زندانش کرده اکا زنده شه برا او را بکش برو میدونی چند سال خونده علیم شده گرفته خیلی بقورت کرد رفت میفهمی ای بگیم رحمانوف اکا گوش که رحمانوف امروز گلوبال نی پرابلم ای اکا ختم است اکا عبدالله منم است هم وطنی که تو میخوای برن هم عقیده اسلامی تا تبلیغات برای درس بتی مدرسه داشته باشه هم فکرم عقیده آزاد باشه که منم الان فهمیش خودم زندگی خودم میخورم با خودم برم آزاد باشم هم جایگاه من تو برادر عزیز همون جای تلاش همون جا باید ما بگردیم بریم این قرضی مقصد دینی و دنیایی نیست این خاص دلی من که من میخوام در همون جا برم همین زندگی را داشته باشم که من رحمون نمیمونه این چون که ختم نمیمونه مشکلی امروز حکومت ای توبه کردم خدا ما برادر عزیز چی نمیکنم بر وقت رو نگیرم اکب این برادر رحمت الله دیگه برادر شما صحبت کنم ما بگوش نمیکنم برادر نه یک چیز است که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر عبدالله الماس جمشید خیلی برادر نوش نشناختم روستیگر خوب این برادر چیز شوته سخنش که گوش کنیم برادر ای برادر میشناسیم الماس هم قد اخی رحمت الله قد علاقه می اکای عبدالله قد برادر قد که بیا برادر از فرم سلام علیکم این طرفدار رحمان فای یا دقیقا بس کی الماس کو صبر که برادر کو گوش کنیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اکا الماس بجای ما جواب داد اکا عبدالله ان شاء الله که از عقیده و هم فکر ما با خبره طول از یک سال و چند خشید الحمدلله که در یگان افیر نبودیم یک چند مشکل و چیز خطی الحمدلله که با فضل الله سبحانه و تعالی امروز در برنامه برادر خیلی شاد شدم خیلی از عقیده ما را فهمیدیم آخه نه خوش آمدی سعدی چند قدر شد خوبه نکرد سعدی برادر عزیز خوش باشه کسی که در شخصی شای اون میدانم در شناسه در خش تباری او فکرها بو که باشه و نظرها گوناگونی بی جمعیت های تو شوی برادر طرفدار معرفیت کرد که زید یک طرفدار همویی نه اشتباه که سبحان الله ما شپیدگیشون کلیکتیو رحمان و فهم دیگه شد ما دکی نشید چی میگفتم سبحان الله یادم رفت که نه ما یک عادت دارم که در شخصی لیچنی کسی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که وقتی که صحابه یا کسی شکایت میگه فلانی در قبل فلان در جاهلیت بود میگه که بگذشته و یعنی چی نکنه که در شخصیت چیزش با هم خاطر ما در شخصیت کسی الحمدلله که کار نداره و نخواهم گیره و رنگ همین مردک باید هر چی که باشه در شخصیت خودش شاید یک مشکلی که باشه نباید ما را پیش نظر بگیریم هر چی که باشه با شخصیتش بعدش زنگ میزنه ای فلانی مرد میشه زندگیش کلید نمیشه یگان چیز این کار این یاروی مردکی یاروی انسانگری نیست و هدف ما الحمدلله که در هم راه روشی که بودیم در هموی و الحمدلله که تا همون زمانه که انشالله که یا ظفر یا شهادت مگر کسانی که از همین راه میگردن که وقت جاشون انتخاب کردن من واقعا خیلی وقت بود در افیرو در یگان تشنه بودم با یک چند سبب هم داشت بعضی برادرایی که از سببش بخبرن یک چند نفهمی هم جا بینو دابد خیلی الحمدلله گذشت این الله همه صابرین الله هم روز صابرانه انشالله که با فضل الله سبحانه و تعالی گذشت انشالله حرکت میکنه که قدم به قدم انشالله که پیش و نظری خودمون در هر یک مسئله باشه برسونی با همو اندازش بهترین برادر تشکری میکنیم که میوه ما را دستگیری میکنه همین دستگیری شما همین اومدن شما منو پل نتی شما منو یگون چی کمکم نکنه همین بیوه تمام من همو ستریم وقتی که همین شما بیوه توزه قدم بگه که یگون چهره اشکار باشه بیورش با بله آزی پروسته کو وقتی که شما میوه کو رحمانو کو تلخش میکفه فهمیدی اینای برادر مسلمانی های فهمیدی اینش دموکرات های اینش کمونیست های اینش نمیدونم یه چیز دیگه های هر یک ادمن میوه مشکلی تاجیکستان وقتی که ما در یک معرکه میشینیم گپ میزنیم 10 آدم در یک جا جمع شوه تلخی رحمانوف میکفه و همون خاطر من همین منبر دعوت میکنم بچهای گروه 24
بچه‌های نهضت، بچه‌های پیمان، من برادرای عزیز، نوری دیده تاج سر، برنامه‌های من بیایه، من برنامه‌هاتون میرم، بیایه در سرجمعی یک کار کرده بتونیم. دعوتی من همینه که بچه‌های گروه 24 هم بیان، بچه‌های نهضت هم بیان، دادا جان عطاقلویف هم بیاید. من خواهش میکنم که برادر عبدالله خط هم بیو، تاجیکی برای همین دولت، برای همین ملت حق داری که ترام گپ زنی، ما شما را محروم نمیکنیم. همه دعوتمو ایمینه برای شما که برای همین ملا که شما پگه یک کار بکنی برای همین مردم. ما دموکراسی را میاره میتیم در دست شما. اگر تعلیم بد کرده مردم بعد انتخاب